سلام. خب بریم با هم دیگه یه چارت دیگر رو بررسی کنیم. یه روند صعودیه که خب اینجا با یه شادو تونست آخرین کفی که زده رو بشکنه و خط چنج آف کاراکترش رو رسم میکنیم. حالا اینجا بازار با یه اسپایک شدید روندش نزولی میشه. اینجا حالا میتونیم پیش بینی کنیم که بازار به کدوم سمت میره، ولی خب شما بگیم به نظرتون به سمت بالا میره، صعودی میشه یا نزولی، که خب به خاطر اون افیجی بزرگی که ایجاد شده احتمال صعودی بودنش بیشتر، ولی خب ما صبر میکنیم که ببینیم چه جوری میشه. و اون بالا هم یه افیجی داریم که محدودش رو رسم کردم براتون. حالا اینجا بازار اون چنج آف کاراکترش رو داد و تونست آخرین سقفش رو بشکنه. حالا ما اینجا میتونیم وارد معامله شیم و حد سودمون هم بذاریم 50% اون FVG بالایی که خب احتمالش خیلی زیاده به اون برسه. خب اینجا اون معامله ما رو فعال کرد. خب اینجا هم به TP ما رسید. لایک و فالو یادتون نره تا یه چارت دیگه.